این روزا دانشگاه خیلی شلوغ شده و همچنین تعداد قربان خیلی زیادتر شده که نمیدونم این دوتا میتونه چه ربطی به هم داشته باشه. و اینها رفتم شریف فست فود و ساندویچ مرغ گریل سفارش دادم که خیلی خوشمزه بود. بعدش هم اومدم کلانا یه آیس لته گرفتم و یکم هم با دوستان وقت گذروندم. بعدم رفتم سمت دانشکده مهندسی کامپیوتر، یه کاری داشتم اونجا. اینجا هم داخلشه که هر طبقه رو دیواراشو یه رنگی اومدن زدن. بعدم رفتم به سمت کتابخونه مرکزی و دیدم وندینگ ماشین اینو آورده که خیلی برام عجیب بود. اومدم سالن مطالعه طبقه 4 و نشستم تا کمی درس بخونم. بعدش برای استراحت اومدم یه چای خوردم و باز برگشتم سالن مطالعه.